السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید. دوستان عزیز، رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای لایک و دیدن ویدیوهای ما، رحمت که ما را دستگیری میکنید. خداوند از هر یک شما راضی باشد. در اینجا من امروز آماده کردن چبوریک با گوشت زیر بانده شده آماده کردم. حتما با ما باشید. در اینجا با ما لازم است 200 میلی لیتر آب گرمکک، 200 میلی لیتر شیر گرمکک، با ما لازم است 2 قاشقچه نمک و 100 میلی لیتر رستیتینی مسله. رستیتین مسله بعدی آرد همراه میکنیم. اینهای نزدیک آمیخته کرده و بالایش تخمینا 850-900 گرم آرد همراه میکنیم. من همینطور آرد انداخته با بالایش من رستیتینی مسلامه همراه میکنیم. نغز که خمیرامو تا سخت که شدن خمیر میکنیم. خمیرامو سویقی بد نیست، قفسی بد نیست، نرمانی باشد. برای اینکه چوبریک برای خوشرو آمدنش خمیر باید سخت که باشد. من همینطور خمیر میکنیم. با ما باشید دوستان عزیز. ویدیو های ما تا آخرش دستگیری کنید. تا آخر ویدیو با ما باشید. لایک و آبونه شدن را فراموش نکنید. ویدیوهای جالبتر در پیش است. من در اینجا خمیری ما قریب تیار شد دخترها. من چنانی که میبینید خمیر تیار شد. خمیر باید اینطور بیاد. من همینطور من خمیر نغز کک ما آشارده تیار کردم. من همینطور بیاد. من خمیرامه به پیشوای پلیانکا همینطور کرده پیچانده. من به خلدینی گذاشتم. نیم ساعت تا 1 ساعت به خلدینی گذاشته تا فرشای ما تیار شده نشه. من به خلدینی گذاشتم. و ما لازم است دخترها در اینجا 200 میلی لیتر روغن و بالای تخمین. در اینجا من روغن را انداخته به بالای 300 گرم فرش انداختم. فرش گاوی، گوشت گاو. اکنون من فرشامای کمتر میزیربانیم. تخمینا 10 دقیقه میزیربانیم. سخت نزیر بعد دخترها کمتر میزیربانیم. برای کم زیر بیدینش برای همین که چبوریک ما خشکک نمیاد، ساچ نمی بیاد. کمتر میزیربانیم و بالایش 4 دانه پیاز کوبیک چه کرده ریزه کرده به بالایش 4 دانه پیاز من همراه کردم. وابسته به اهل عائله شما. اهل عائله شما کمتر باشن کمتر میکنید، بسیارتر باشن فرشامه با بسیارتر میکنید، خمیرامه با بسیارتر میکنیم. اگر آدم بسیار باشن من همینطور من زیربانده و بالایش چارنی پیرت، نمک و پاپریکا همراه کردم. من دخترها در اینجا فرشی ما خنک شد. اکنون من در اینجا به بالایش چنانه که میبینید 100 میلی لیتر آب همراه کردم برای که فرشی ما با ساچنی نغز بیاد. اکنون من خمیرامه ما ایختان اخلدینی گرفته به زوالچه ها تقسیم میکنم.
هر یکی اینهای من میتونم به زبالچی ها گرفته یکته همشه میکشم. من دخترم هر یکی زبالچی های یکته کشاده به چوبریکمان تیار میکنم. من اکنون فرشمای یک قاشقی کلام مانده. میتونم من اینه به بالای اینش پیوست کرده گردش را به بربورک میبرم. در اینجا دخترم من میبینید من کمتر پیوره یک دانه پیاز جارید کرده به بالایش همراه کرده. کمتری چبریکامای با پیوره کردم. نه با ما باشه دخترها. اینش هم با مزه بیاد حتما آماده کنید. اکنون ما به پختن شروع میکنیم. من روغنی ما نغزه که تسبید من کم کم پخته میگیرم دخترها. من دخترها چوبریکی ما نغزه که پخت تخمینا 10 دقیقه من اینه میتونم زیر باندم. من چوبریکی ما دخترها تیار شد. چوبریک در حقیقت با مزه حتما به عائله خودتان تیار کنید. من هر یک نموده شکسته به شما نشان میدیم. چوبریک من سارچنی به مزه آمدگی. من خمیرش هم معلوم که خودش ملایمی نغز آمدگی. حتما تیار کنید دخترها. کانال ما دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. خیر دخترها در پناه الله مهربان باشید. خیر تا ولاگ‌های آینده. خیر.